رب السماوات والارض، پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین ها هست. آسمان ها یعنی 7 قبت است. درباره آسمان هر چقدر انسان سخن کند کم است. ما یک جمعه درباره عظمت آسمان داشتیم که در شبکه بیان ثبت آن موجود است، می توانید از آن استفاده برید. عظمت آسمان، بزرگی آسمان که واقعا بزرگترین مخلوقی که بنده با چشمش میبیند این آسمان است. بعد از آن والارض، زمین واقعا 7 قبت است. یک جمعه داریم با نام عجایبات زمین، میتوانید در شبکه گوش کنید، برای اینکه ما نمیتونیم در این مدت کم درباره زمین وسیع سخن کنیم، درباره آسمان وسیع سخن کنیم. و ما بینهما، الله تعالی پروردگار ما بین زمین و آسمان است. ما بین زمین و آسمان 500 سالینه راه است. در روی زمین چقدر انسان ها هست؟ عین حال در روی زمین اطراف 8 میلیارد انسان زندگی می کند. چندین میلیارد ها جن ها زندگی می کند. حیوان ها با تمام انواعش و پرنده های و خزنده های و حشرات و ماهی ها در آب و سبحان الله، اینقدر الله سبحانه و تعالی مخلوقات عظیم دارد. بین زمین و آسمان چقدر موجودات و مخلوقات است.